مهران عباسی هستم و بذارید اینطوری شروع کنم. سعیمو میکنم یه پست از اینستاگرام 3 پسته با 800 تا مثلا فالوور و هولوش 1000 خورده فالوینگم و 800 تا تکدونه ها براتون میخونم. با این شروع میکنم. درست بعد از تعطیلات 2 هفته‌ای عید 1400 بود که فکر کنم تهران تقریباً 1 هفته تعطیل شد. 5-6 روز قبل عید را هم که تق و لق بود بگذاریم سرش، میشد حدوداً 25 روز که کاری نداشتم و خانه بودم. به مقدار کافی در آغوش گرم خانواده بودم و برای من که هیچ وقت کار را به خانه نمی بردم تحمل خانه نشینی بیش از این ممکن نبود. برای رعایت موازین اخلاقی و شرعی و فلان صرفاً با ویدیو کال واتساپی با پدر و مادر و تاب بازی در حیاط مشغول گذراندن تعطیلات اجباری بودیم. دوره کروناست دیگه. حتی توبا را پارک نبردیم دخترم. بعد از ظهر جمعه روزی حوالی ساعت 4 یکهو بلند شدم و به مهتاب خانومم گفتم میرم بیرون یه قدمی بزنم. کلم داره میترکه. شاید حدود 3 دقیقه آماده شدنم طول کشید. شلوار، تیشرت، جوراب، شانه، تمام. مهتاب پرسید کجا؟ گفتم همین 2 تا کوچه دور و بر. گفت باشه و از سمت او هم تمام. وسط پله‌های طبقات بودم که زمان برایم ایستاد. نشستم توی پاگرد و شروع کردم به فکر کردن که اگر همسر من همین کار را می‌خواست بکند چه می‌شد. صرف آماده شدنش که هیچ لوازمی نداشت چقدر طول می‌کشید. پیش‌فرض ذهنش این هست که وقتی می‌خواهد تنها باشد من توبا را نگه خواهم داشت. محله ما در یک بعد از ظهر ساکت و خلوت خودش را برای قدم زدن یک زن محجبه تنها آماده کرده است. اصلا او میتواند یکهو بلند شود و بگوید مهران میرم بیرون یه قدمی بزنم؟ موانع او چیست؟ آنهایی که من ساختم و آنهایی که خودش و آنهایی که دیگران برایش. برگشتم و راجع به همینها با مهتاب حرف زدم. پریروز فکر کردم که دیر جنبیدم و آتش بحث کیمیا علیزاده دیگر خوابید. دیروز کمی با اخبار فرزانه فصیحی تکان خوردم و امروز با گریه‌های نجمه خدمتی بیدار شدم. این 3 تا احتمالاً اگر که حضور ذهن داشته باشید 3 تا از ورزشکارای در واقع خانم علیزاده تو تکواندو، فکر کنم خانم فصیحی هم که اون قهرمان 2 میدانی آسیا و خانم خدمتی هم فکر کنم اون تیرانداز پارالمپیکی. یه دوره‌ای بود که چیز بود. سالها پیش به شوخی شنیده بودم اگر می‌خواهی زنها را بشناسی 5 دقیقه با کفش پاشنه بلند راه برو. یادم هست یک بار قبل از یکی از جلساتی که بنا بود برای یک جمع زنانه تصمیم بگیریم نیم ساعت توی خانه با پاشنه بلند راه رفتم. کاش انقدر بی سواد نبودیم و می توانستیم باور کنیم شمایی که پشت این ویترین دنبال این پاشنه بلند هایید همانهایی هستید که رکورد آسیا و جهان و المپیک را دارید. عکس در واقع پست اینستاگرامی هم یه عکس هست از فکر کنم دیوید بربی اگر اشتباه نکنم یا برونو بربی که مال آژانس مگنومه. آژانس مگنوم هم در واقع یکی از آژانس‌های معتبر دنیاست. تصویری که بخوام براتون بسازم اینه که یه ویترین پی او وی مثلا فرض کنید از داخل، حالا مثالای نزدیک به ذهن برای خانوما، مثلا یه طلا فروشی یا یک مثلا کفش فروشی، از پی او وی فروشنده داریم پیاده رو یا ویترین توی خیابون رو می‌بینیم. کفش‌ها هم در واقع همینطوری توی ویترین هست و 3-4 تا خانوم در واقع پشت ویترین وایسادن و دارن مثلا کفش‌ها رو به هم نشون میدن. عکس قدیمیه، مال قبل از انقلابه. حالا خودم رو خورده معرفی کنم.
فکر میکنم الان دیگه 20 سال شده، چون 83 بود که در واقع 1 سال بعد از ورود به دانشگاه من وارد فضای کار شدم. رفتم این بطری آبم اگه میشه به هم بدیم، رفتم مؤسسه روایت فتح و اونجا به عنوان محقق و اینا وارد مؤسسه شدم. یه 7-8 سال موندم. یه رفاقت‌های برام شکل گرفت که مثلا توشون مثلا بازیگر سینما بود، مثلا آقای مهدویان اون موقع ایستاده در قبا روزای مثلا آخرین روزای زمستان، بعدترش این روزا زخمه کاری و فلان و اینا. یه گنگ چیزی بود، رفاقتی بود که مستندساز و در واقع چیز بود، یعنی یه ساختمون 2 طبقه بود مؤسسه که یه طبقهش بچه‌های مستندساز و تولید کننده‌های تلویزیونی بودن و طبقه بالا ما توی انتشارات بودیم. یه روز توی یه حیاط پشتی داشت با هادی بهروز که فیلم بردار قالب کارهای آقای مهدویانه، داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم و یادمه مثلا سرم هم خورد به یه دونه از این نبشیای مثلا کولر گازیای توی حیاط و فلان و چی و چی. ولی قبلش مثلا داشتیم میرفتیم گفتم که هادی مثلا 90% مستندای روایت فتح مصاحبه محوره. اون موقع هم اینطوری نبود، این در واقع من راجع به سال 85 و اینا صحبت میکنم. نه جریان مستندسازی و فیلمسازی اونا اینقدر مثلا آسون و رادست و اینا بود، مثلا تجهیزات نه گرون بود نه خیلی پیچیده بود، نه اینقدر هم دست زیاد شده بود که مثلا همه بچه‌های مثلا علوم اجتماعی مثلا احساس تکلیف کنن از فلان جا، از فلان دانشگاه، از فلان دانشگاه مثلا بیان و چیز کنن. خیلی مستندسازی یونیک در واقع یک کلونی بود، منحصر بود، سخت بود ورود بهش و اینا. ولی سوال من این بود که آب کافیه، خودتون اذیت نکنید، خود بطری رو هم بدید. مثل متشکرم. آره اینم تو لیوان ریختیم. اینم سته با این چیزا. مرسی از خوش سلیقگیتون رو. پرسیدم که 90% مصاحبه‌های مستندی روایت فتح مصاحبه محوره. شما در واقع اون موقع دستنامه نبود، هندبوکتون مثلا کتاب بالینتون چیه برای مستندسازی؟ با چه چیزی در واقع هم هندبوکی میرید مصاحبه میگیرید؟ گفتش که هیچی، مثلا کشف میکرد ماجرا. و برای من که مثلا یه طبقه بالا توی انتشارات بودم مسئله شد که خب بالا مثلا چی و چی و چی اسکیپ کنم برم جلو. رفتم شروع کردم یه 3-4 ماه متمرکز تحقیق کردن. نتیجه شد یه کلر بوک پاپکو 100 صفحه‌ای که مثلا از سال 47 اولین کتابای مستند که توی ایران چاپ شده بود و یعنی اولین کتاب مستندی که توی ایران چاپ شده بود پیدا کردم درباره سینمای مستند مال سال 47 بوده. بعدش فلان 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 بعضیشون ریویو داشت، مثلا طرح جلد داشت و فلان اینا. نگاه کردم و دیدم که ما هیچ متن بومی در مورد اینکه مثلا برای فیلم مستند و اینا چجوری مصاحبه بگیریم یا هر چیزی از این دست نداریم. یه خورده اینور اونور منابع خارجی باز دیدم اونورم نداریم، باز مال 15 سال پیش. و آقای روبرت سافاریان رو مثلا دعوت کردم، مثلا اومد و چون مثلا اونجا 2 نشر بود، نشر ساقی هم که ممکنه بشناسید در واقع تو همون ساختمون بود، من توی جفتش یه مسئولیتی هم داشتم دیگه اون اواخر. و اینطوری شد که رفتیم سراغ یک دستنامه‌ای برای اینکه الگوی مثلا همچین کاری چه شکلیه پیدا نکردیم و نتیجه این شد که یه کار تألیفی در واقع تألیف ترجمه‌ای اتفاق بیفته. نتیجهش شد یه کتاب جمع و جوری به اسم مصاحبه برای فیلم مستند. این کناره مثلا
حالا شاید 10-15 تا کتاب دیگه بود که اون موقع شروع کردیم و بعضیش به سرانجام رسید، بعضیش با مثلا جدا شدن من و اینجور چیزا دیگه به سرانجام نرسید. مثلا مستند از ایده تا فیلمنامه، از فیلمنامه تا تدوین، قصه گویی در مستند و چیزایی از این دست. حتی یادمه که مثلا خیلی جدی ما منابع بومی برای فیلمسازی مستند نداشتیم و بعد همش ترجمه می‌کردیم. بعد می‌رفتی سراغ ترجمه‌های خارجی و فلان اینا. خب اینا نیتیو مثلا همون اقلیم‌های خارجی بود، مثل کتابای مثلا روانشناسی که مثلا میگه جک و مثلا چیز مثلا اینطوریه و فلان، مال یک مانیفست و یک انسان غربی با یک مکتب غربیه. اینجا مثلا نمیتونستی به راحتی این همانیش کنی، آداپتش برای چیز در نمی اومد. مثلا الگوها و گزارهایی که موفقیت اینطوری، رابطه مثلا دختر پسر اینطوری، رابطه پدر و مثلا فرزند اینطوری و راه حلش چیز بود، تاریخ شفاهی بود. یعنی به این نقطه رسیدیم که خب حالا علمش وجود نداره، مثلا ما دانشگاه سوره رو داریم، اون موقع مثلا رشته کارشناسی سینما داشت، حتی با گرایش سینما مستند، یادمه دانشگاه دانشکده صدا سیما بود، الان شده دانشگاه، رشته کارگردانی تلویزیون داشت و چیز. ولی کتابای در واقع منابع درسی مدلی به درد بخور که بتونه کمک کنه توشون نبود. من با یه رابطه و آشنایی و دوستی که با آقای مهرداد اسکویی داشتم پیشنهاد کردم، گفتم که بریم سراغ مثلا فحول سینمای مستند، گنده های مثلا این حوزه و مثلا یه طرح کتابی رو پیشنهاد دادم که مثلا عنوانش این بود، سبک شخصی فیلمسازی مستند، مثلا خسرو سینایی، مثلا فرهاد برهرام، احمد ضابطی جهرمی. حالا مثلا یه مثال کوچیکش، اینا هم مکاتب فکریشون متفاوته. مثلا آقای برهرام توی سینما مستند میگه مستند با پایان تصویربرداری برای من تموم میشه، خیلی به تدوین و این جور چیزا کار نداره. آقای ضابطی جهرمی به عنوان یکی دیگه از پیشکسوتای این حوزه میگه مستند با تدوین تازه شروع میشه. خب این توی جریان فیلمسازیشون، منطقشون، مواجههشون و خیلی تاثیرگذار بود و تنها با گفتگو در می اومد. من یادمه مثلا 2 روز با آقای اسکویی رفتیم خونه آقای سینایی و روز اول مثلا با یه ناهار خانم گیزلا وارگا به ما داد، خبر کنم گرجستانشونم اگه اشتباه نکنم، و یه ناهارم روز بعد قیمه خوردیم خانم فرح اصولی مثلا و 17 ساعت مصاحبه مثلا اونجا گرفتیم و تازه فهمیدیم که چه خبره. راجع به سینما مستند نمیخوام حرف بزنم، میخوام بگم که آنچه که در سینما مستند به عنوان اسکریپت میشناسیمش در واقع و خب حالا اونور یه خورده پیش رفته، جلو رفته و کارش در اومده، همون متن داستانی یا داستان نما یا متن در واقع فیلمنامه فیلم مستند، حالا اینا توی خودشون دعواهاشون رو کردن، تموم شده، به ما هم ربطی نداره که اصلا فیلم مستند فیلمنامه داره یا نه رو کار نداره. متن فیلمنامه فیلم مستند یا همون اسکریپتش همون پادکست. خواستم اینو بگم. مقدمش حالا اون دارم که یه خورده به دردم بخوره. لابلاش هم دوباره برمیگردم یه خورده خودمو بریف کنم برای اینکه مثلا خیلی مدل استاد و شاگردی که نداریم، یه گرده دوستانه شاید یه خورده انتقال تجربه باشه. من 20 ساله دارم تو حوزه نشر کار میکنم. از زمینهای خاکی شروع کردم، در واقع مثلا از محقق و مثلا چیزای این مدلی، مصاحبه های فلان و بعد مثلا یه دوره، یعنی مثلا اینطوری بگم 83 تا 89 توی روایت فتح بودم و توی نشر ساقی تقریبا ناشر تخصص سینما و یه دوره سینمای مستند بود، هنوزم نشر معتبریه نسبتاً، و روایت فتح که خب
بیس تاریخ شفاهی بود با موضوع جنگ و دفاع مقدس و اینا. بعدش یکی دو سالی رفتم، یه سال رفتم فکر کنم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یه سال رفتم سورمهر یه چیزی رو اونجا را بندازم، فکر کنم یه سال بعدش استراحت کردم، استراحت از این پروژه، کارهای پروژه‌ای و فلان اینا. یادم خانومم مثلا میگفتش که توی یکی از دوستاش ازش پرسیده بود که اینطوریه که مثلا بعد ازدواج مثلا همه مردم اینطوریان که مثلا تا 5-6 ماه سر کار نمیرن یا معلوم نیست کارشون چی و فلان اینا. بعد خانم گفته بود آره مثلا اینطوریه، شوهر منم اینطوریه، چون هر روز منو با یه سری مثلا یه پوشه میدید، یه سری کاغذ و اینا داشتم، بعد میگفت کجا میریم، میگفتم دارم اینم سر کار دیگه. کارم این بود که این طرحامو بردارم و برم اینور اونور، مثلا پیش این اداره، پیش مثلا فلان مدیر، پیش فلان کارشناس و پرزنت کنم و بگم که آقا مثلا یکی از این پروژه ها بشه. این مسیر شد به اینجا منتهی شد که مثلا من 401 ابتدای 401 البته یه خورده قبل‌ترش وارد مؤسسه شدم، ولی ابتدای 401 رفتم توی بزرگترین بنگاه انتشاراتی خاورمیانه تقریبا، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، و شدم مدیر عامل. و هیچ وقت فکر نمی‌کردم این ساختمونی که مثلا توی دوره کودکی از اونجا جلوش رد می‌شدیم، مثلا توی جمهوری مامانم برام از پیراشکی خسروی مثلا چیز می‌خرید، پیراشکی می‌خرید، و این میدونی که قبلا دور تا دورش مثلا پل عابر پیاده بود و مثلا اینا الان هیچ کدوم از این نشونه‌ها رو نداره. یه روز برم توی این ساختمون 6 طبقه‌ای که 1328 تأسیس شده و اگه بخوای توی اکوسیستم بانکی مثلا مقایسهش کنی با بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی، اگه بخوای توی خودرو مقایسهش کنی با مثلا ایران خودرو باید مقایسهش کنی. و من شدم مدیر عامل در واقع بزرگترین انتشارات کشور با سابقه 75 ساله که مثلا فکر میکنم الان 1 میلیارد صفحه کتاب، یعنی صفحه کتاب چاپی رو رد کرده و ناشر بعدی مثلا 700 میلیون صفحه منتشر کرده. اختلافش هم با ناشر دوم یه چیزی هولوش 300 میلیون صفحه است. بعد امیدوارم حالا احتمالاً چون باهوش هستید کداشو بگیرین، ولی بعضی‌هاش هم سعی می‌کنم یه تأکیدی روش بکنم. رفتن توی اونجاها برای من مثلا شاید آرزو نه، ولی مثلا فانتزی و اینجور چیزا بود. آقا مثلا فلان یه روز اگه به من میگفتن که فلان جا میری مدیر عامل میشین، نه. الان خب نیستم. مثلا رفتیم جنگ با مثلا تراکتور، بدون برگشتیم بدون تراکتور. حالا چون من یه خورده اولد فشن هم هستم، کد و کیو هم مال مثلا دهه 70. این مثلا یکی از دیالوگای آژانس شیشه‌ایه. یه طیفی از در واقع گروه سنی حضار میخوره و از لبخندشون معلومه، یه طیفی هم مثلا هیچ سنسی ندارن، معلومه که مثلا چیزه. سعی میکنم هی برم و برگردم. این با یکی دو روز ساخته نمیشه. برای من 20 سال طول کشید. خب میگم برای این آماده باشید. معجزه اتفاق نمیافته. این یکی. آماده باشید، فکر کنید فلان. یه دنیای جدید و مولتی‌ویتورها و تسهیلگرها و نمیدونم ویسی و شتاب دهنده ها و استارتاپ استودیو و فول فکتوری و فب فکتوری چی اینا هم تسهیلگرن. بله، دمشون گرم، دم شما هم گرم که توی این زمانه هستید، چون در واقع میتونید اسکیپ کنید برید جلو. یعنی خیلی چیزه مثلا دیگه بیمزه میشه، ولی خب معمولا هم چون من خودم هم شوهرم من و هم خورده چیزام اولد فشنم، از این چیزای بیمزه مثلا بگم اشکال نداره که بگم خب مثلا اینی که برای شما فلانه برای ما مثلا خاطره است، واقعا خاطره است دیگه. یعنی مثلا من مزیت نسبیم از اون موقعی که میدونستم داشتم کار میکردم، طراحی در واقع بسته های محتوایی برای نشر بود، برای ناشرهای مختلف. و خب هیچ وقت اینو توی ردیف بیمه تامین اجتماعی پیدا نکردم که شغلم چیه. هیچ کم نتونستم بگم. یعنی بابام ازم میپرسید، میگفتم خب یعنی از اینا که بالاخره کارت چیه؟ من توی خانواده کارمندی بزرگ شده بودم
و خب مثلا مامانم میگفت مثلا مهران میخوای بری مثلا بالاخره یه سر کار رو میکنه، مامان به خدا مثلا دارم کار میکنم الان مثلا این زندگیمه مثلا فلانه، یه پراید خریدم نمیدونم فلان چی اینطوری شد، اینو ببین فلان، پول قرض نگرفتم ازتون مثلا 20 ساله کارگری نکردم. مثلا چه میدونم تو خاطرات بعضی از بزرگا هست مثلا میگن چه میدونم فلان کردیم، دست فروشی کردیم مثلا فلان، من از این کارا نکردم، ولی از اون برم چیز نبودم، زمین‌های خاکی رو توی همون نشر شروع کردم. یعنی از این که یه نفری مجوز مثلا یه کتابی رو بگیرم، بعد متنشو مثلا صف‌آرایی بکنم، برم فیپا و شابکشو بگیرم، نمیدونم برم دلاوران پیش رفیقم MDF ببریم برای کانتر مثلا غرفه کتاب، بعد وانت بگیرم، اسنپی در کار نبود، کنار خیابون وایسم وانت بگیرم ببرم بار بزنم، کارتون سیگاری برم مولوی بخرم بیام کتابا رو چیز کنم، بعد برم چاپخونه مثلا التماس چاپخونه که آقا اینا رو به نمایشگاه کتاب برسون فلان، یه نفره بیام بعدش اینا رو چیز کنم برسونم به مثلا چیز دهه سوم اردیبهشت که معمولا نمایشگاه کتاب توش برگزار میشه. از اینا رو تجربه کردم تا در واقع این که یعنی بعد همین که این کارا رو کردم اومدم رفتم مثلا یا خود یعنی چه خاطره چیز شد مثلا اینجایی که مثلا وضوخونه و سرویس بهداشتی مصلی بود قبلا مدرسه راهنمای ما بود توی چیز، یعنی یادم خرابش کردن، این مدرسه خیلی بزرگی بود و فلان، از این مدرسه فرانسوی‌ها تو تهران بود، استخر بزرگی داشت، کلش هم سیمان کرده بودن، از موزاییکای دورش معلوم بود که فلان. مثلا رفتم اونجا دستوراتمو شستم و مثلا با دستمال مثلا خوش کردم و فلان، اینا کتم بعد یه کتو که گذاشتم کنار پوشیدم اومدم تو غرفه به عنوان مدیر انتشارات شخصیم وایسادم. یعنی تا قبل اون مثلا کارگر روزمزدش بودم، فرق نمی‌کردم با این باربرای توی چیز، و بعدش هم خب حالا سلام و بعد مثلا فرض کنید مثلا 20 تا 30 تا 200 صدایی که باشون کتاب داشتم که الان مثلا ممکنه بعضیشون رو بشناسید، مثلا امید مهدی نژاد، ناصر فیض فلان، چون بعد این کارهایی که اونطوری کردم شدم ناشر تخصصی طنز. در واقع سال 91 ما توی استخر هتل انقلاب توی خیابون رودسر بالای طالقانی طرح تأسیس قاف اونجا چیز کردیم، 3 نفر بودیم، بعد گفتیم ما یه نشر چیز کنیم، بعد نشر آرما رو که یکی از نشرایی بود که من خیلی دوست داشتم گفتم فلانی مثلا تو بشو فلانیش، تو بشو فلانیش، من میشم فلانیش. یه مدیر هنری داشت، یه مدیر محتوایی داشت، یه مدیر مثلا عامل و فلان اینا. یه تقسیم نقش کردیم، بعد رفتیم اون نشر تخصصیمون رو راه انداختیم. ببین میخوام بگم حالا یه قصه است، روایته، ولی این که بذارید همونجا بگم چون ممکنه بعدش یادم بره، این که ما قافو تأسیس کردیم یه الگویی رو داشتیم، یه جایی 3 نفر داشتن یه نشری رو میبردن جلو، چند تا کار خوب داشتن، بعد من با دور و بریام دیدم که یه همچین ترکیبی رو میتونم بسازم، من دوندگیم خوبه و فلان و اینا، اینرسیم پایینه، آدم تأسیسی ام، طول کشید اینو هم بفهمم ولی بهش فکر میکردم. مثلا یه پروژه تا 40% 50% میومد جلو بر من تموم میشد، من با در واقع حرف زدن راجع به ایده هام بعضی موقع راضی میشدم دیگه، اصلا ولشون میکردم. خب اینا ایراد همزمان هم میتونه مزیت باشه. میخوام بگم اینا رو برمیگردید تو خودتون پیدا میکنید وقتی میخواید کار تیمی بکنید، میخواید فلان کنید، دور برو نگاه میکنی میگی این فلانی مدیر هنریه فلان. مثال خود چیز کنم، یه محسن حسام مزایری بود که محقق بود و دکتر و مثلا فلان و جامعه شناس تو نشر آرما، یه مجتمع مجلسی بود که آقایون ها اینا همه دوستا من اینطوری خطاب میکنم، آقای مجتمع مجلسی بود که مدیر هنری بود، یه دونه مثلا آقای مجتبی شامرادی که مثلا مدیر انتشارات، اینا بعدشون هم یکیشون همون مدیره بعدشون مدیر شد، یکی از مدیرای ارشد فرهنگی جمهوری اسلامی شد، همونطور که بر من این اتفاق افتاد. اون نویسنده همون نویسنده باقی موند و مؤلف باقی موند، اون مدیر هنری هم همونطور که آقای مجلسی مثلا یکی از اساتید در واقع خیلی خوب حوزه گرافیک و داست، وهاب رامزی هم که در واقع چیز بود دوست ما بود تو این حلقه، من و امید مهدی نژاد و وهاب بود، الان مثلا عکاس گرافیست و همین مثلا دیروز اگر که تعطیل نمیشد اینا دیگه البته امتیاز ویژه آقای اسراریه که توی تعطیلی این ایده رو تعطیل نکرد، ولی خود وهاب هم مثلا دیروز نمایشگاه عکس داشت و به خاطر مثلا تعطیلی تعطیل شد.
خب میگم اون آدما دارن همون کارو میکنن. یعنی خیلی اگر اون چیزی که هستید الان درست بهش فکر کنید، بهش بپردازید، خیلی توی آینده تغییری نمی‌کنید. فقط تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید. من 1000 تا شاخه پریدم و فوش خوردم که آقا اصلا تو نمیتونی تصمیم بگیری، هی از این شاخه به اون شاخه میپری. بیشترم توی خانواده، چون من همزمان که دانشگاه هنر طراحی صنعتی میخوندم، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، مدرسه آقای مجتهدی درس طلبگی هم میخوندم. و دیروز پیروز داشتم به خانومم میگفتم که خدایا من این تصویره یادمه که ما مثلا اون کوچه آلاغای چهار سرچشمه صبح ساعت 6 مثلا میرفتیم برای درس مدرسه که میگم مثلا حوزه علمیه است و مثلا مال همزمان با دانشگاه. یه سری کارتون خواب تو کوچه بودن که نمیدونستی کدومشون مردن کدومشون زندن از سرما. و دیروز داشتم سرمایه از پنجره باز کردم، قصه اون موقع رو خوردم که این سوال با خودم داشتم که ما داریم میریم اینجا، تکلیف اینا چی میشه، مسئولیت فلان. گفتم مسئولیت برای من اینطوری بوده، هر کاری کردم شاید اینطوری، یعنی تایملاین و ماجرا رو مرور کنم، هر کاری کردم اصلا ادعای موفقیت و فلان اینجور چیزام ندارم، ولی از این چیزی که الان هستم راضیم، خدا رو شکر، چون که میدونم که انقدر میخواستم و مثلا 98 رو گذاشتم، حالا مثلا 100 رو خالی نموندم، 98 رو تمام زورمو زدم. از اون موقع نمیشه، از اون موقع اصلا نمیخواد. موقع پادکست تولید کنی، مصرف کننده مثلا تولید کننده، مصرف کننده، سفارش دهنده فلان، آقا پروژه من برات، چون هر دو تای این طیف و هر دو سر این طیف رو تجربه کردم که اون کاغذا رو گرفتم رفتم پیش چیز به عنوان پروژه بگیر، یه دوره‌ای هم پشت اون میز نشستم و مثلا به رفقام که می اومدن میگفتم ببین من الان تازه دارم میفهمم که مثلا این شعر هست میگه تو مثل من نمیدونم هزارها داری ولی من فقط تو را دارم. از میگم یه نفر می اومد توی مؤسسه، منم این مدیر عامل یه نشری بودم، 400 تا مثلا کتابی توی صف داشتم، 50 تاشو میتونستم چاپ کنم، منابع و کاغذ و پول و امکانات و چی و چی و چی و چی. ولی اونی که از در می اومد تو، مثلا یه استاد پیشکسوتی بود که کل زندگیشو گذاشته بود مثلا 1 سال و نیم، 2 سال، 3 سال، 4 سال یه کتابی داشت، همه زندگیش این بود و توقع داشت که من همه زندگی منم اون باشه. ولی رفقا هیچ وقت اولویت یک شما اولویت یک بقیه نیست و اینطوریه که ته تهش توی این دوره‌ای که تیم ورک و اینا عادی پیدا میکنه گل بزنید، اینطوریه که مثلا اولویت اگر زرنگ باشید حواستون جمع باشه، اولویت یکتون بین اولویت 1 و 2 یه نفر دیگه باشه کار در میاد. ولی سر کاری، چون مثلا اینطوری بود دیگه، مثلا قرارداد بود، طرف می اومد اینجا از اون در که میرفت بیرون، من به اون میتونستم فکر کنم، نه اون ابزاری داشت که منو هول بده که کار بکنم. خب میگم که شاید یه خورده از این چیزایی که دارم میگم به هر حال، چون حالا توی اون ارائه استاد نوابندیان شما مسئله پولو ندارید ولی به زودی خواهید داشت. خب یه سریتون احتمالاً کارمند میشید، یه سریتون میرید فلان، یه سریتون چی، ولی اون کسی که میمونه طبیعتاً از یه جمع 50 نفر اینجا که 50 تا پادکست داره مثلا سلبریتی فلان اینجوری چیزا در نمیاد. ولی اگه همین الان من مثلا نمیدونم از آقایون بپرسم یا خانوما، ولی یه دونه بازیگر مثلا دو تا بازیگر مثلا سوپر استار با کیفیت مرد سینمای ایران رو بخوایم مثال بزنیم، اگر من بگم مثلا شهاب حسینی، نوید محمدزاده، مخالفتی جمع احتمالاً با من نمیکنه. یه مخالفت میکنه احتمالاً سلیقه‌ای، به سلیقه کار ندارم، به عموم ماجرا کار دارم. ولی خب مثلا تو این صفحه اینستاگرامی میبینید نوید محمدزاده هم برنامه کودک مسابقه تلفنی اجرا میکرد. خب یه دوره این کارو میکرده دیگه، شهاب حسینی هم این کارو میکرد. پس اینم داشته باشیم، تایملاین داره. حالا برگردم یه خورده توی چیز پادکست از این ور به من، حالا من یه پادکست توی خود امیرکبیر یه چیز شبیه پادکست تولید کردیم، توی منتوری و گرده‌های رفاقتی و این چیزا هم یه کمک‌های اینطوری کردم. ولی پادکست رو در نسبت اینطوری یه تعریف اینطوری دارم: تولید و متن. خب خیلی شبیه نشره، خیلی شبیه
مکانیزم در واقع انتشاراته. شما یه متنی رو یا سفارش میدید یا تولید میکنید، این متن آماده میشه، بعدش باید تولید کنید. تولید به مثابه فنی، تولید محتوایی رو کار ندارم. پادکست هم همینه دیگه. شما در واقع یک متنی رو فلان میکنید، مثلا تولید محتوا میشه و بعدش باید تولید فنیش رو انجام بدید. چیه که کارو در میاره و منجر به یه اتفاقات مثلا باحال میشه؟ بله، مثلا حالا تو همون نمونه‌های قبلی که گفتن و اینا 50 تا 100 تا فلان اینا چیز نداریم استاد. ولی نکتهش اینه، تصورم اینه، من روایتم اینه، بعد از مثلا 20 سال کار تو حوزه فرهنگ و تجربه‌های مدلی، هیچ حرف جدیدی در عالم وجود نداره. حالا دیگه فلاسفه بیان جواب بدن، توقع اعتراض توی جمع شما رو ندارم. و به نظر من فقط دسته‌بندی و بسته‌بندی وجود داره، دسته‌بندی و بسته‌بندی جدید. مثالم براتون بزنم. سوره مهر، یادم ما شاید 15 سال پیش رفتیم دفتر سوره مهر، دفتر مدیر عامل. بعد ما رو بحث کرد، گفت برید با مدیر بازرگانی صحبت کنید. یه کتاب فروشی می‌خواستیم ازش بگیریم، با یکی از رفقام رفتیم دفتر بازرگانی سوره مهر. یه دونه از این ویترینای در واقع کتابخونه اینا بود، توش یه سری چیزا بود. فکر می‌کنید چی بود؟ 20 سوالیش نمی‌کنم چون خوب گوش میدید یا مثلا اداشو در میارید، چیز می‌کنم میرم سر اصل مطلب. یعنی منتها الیه آنچه که قطعا باورتون نمیشه، توی ویترین مدیر بازرگانی سوره مهری بود که اون موقع ترکونده بود بازار و باشگاه مشتریان داشت، کتاباشو تو جعبه پیتزایی میداد، توی چیز جعبه‌ها چاپ داشت، فلان چی ریویو تولید میکرد، یه چیز عجیب غریبی، اصلا ترکونده بود بازارو. توی ویترین مدیر بازرگانی سوره مهر پک کامل محصولات بهنوش بود، انواع اقسام دلستر. اون موقع هم دلستر مثلا اینطوری نبود که بگم مثلا استوایی و فلان و چیه. یه خاطره با مزه کوچولو بگم، دفعه توی خیابون بازار رفتم، یه دونه این تازگی داشت این طعم و اینا، رفتم توی مغازه پشت این فروشنده، همین ردیف دلستر بود. بعد اینطوری یه دونهش رو، منم آدم تجربه کردنم، گفت می‌خواستم بگم که این یه دونه رو بده مثلا، بس کنید اونجا حالا که کسی نیست، خواستم اشاره کنم، دیدم که چند نفر اونجا مثلا یه دونه دلستر، طرف بر اسمش رو نمی‌تونستم بخونم، این روی لیبل دیده میشد، خونده میشد. من گفتم دلستر تمشک، من واقعا همینطوری بلند یعنی تو ذهنم داشتم فکر می‌کردم ولی نمی‌تونستم بگم و می‌دونستم درست نیست. بعد گفتش که آقا چی می‌خوای؟ گفتم که این دلستره. برگشت گفت این، گفتم نه، گفت این مثلا استوایی، گفتم پرتغالی تازه، گفت تمش، گفتم تمش. یه دلستر تمش به من داد. توی ویترین مدیر بازرگانی سوره مهر اون موقع پک کامل بسته‌بندی‌های بهنوش بود. پت مثلا 330 میلی لیتری، 250 قوطی فلزی، 1 لیتری، 1.5 لیتری با لیبل فلان با فلان، سرجمم مثلا 15 مدل الان مثلا فلان. گفتم که من نپرسیدم، طرف اینطوری کرد، گفتش که آقا اینو نگاه کن، داشت ما رو همینطوری راهنمایی میکرد. گفت من اینجا یه انتشارات دارم، 1000 تا طعم داره، 1000 تا رنگ داره، 1000 تا قصه است، 1000 تا بو داره. این 2 تا طعم داره، استوایی و مثلا لیمویی، تاش مثلا پرتقالی رو اضافه کرد. واقعا این تعبیر رو گفت خاک تو سر من که مثلا نتونم اینو تو بازار بفروشم با این تنوع، نتونم بسته‌بندی درست کنم، بتونم فلان چی و چی و چی. گفت اون با 2 تا طعم تونسته، من با این همه. خب الهام بگیرید لطفاً دیگه خودتون. خب یعنی فکر کنید ببینید تا کجاها میشه با همین جمله رفت، تا کجاها میشه بهش فکر کرد، تا کجاها میشه مثلا درگیرش شد. و خب اینم از این. توی همین
چیزای مزه‌طور پراکنده یه موقعی اولش میومدن میگفتن عذرخواهی میکنم مثلا من پراکنده صحبت میکنم. من مثلا میدونستم میخوام پراکنده صحبت کنم ولی دلیل برای عذرخواهی نمیبینم، چون فکر میکنم که من مثلا 20 سال تجربه‌مو دارم با شما به اشتراک میذارم، 3 سالش هم شما در واقع دریافت کنید، 3 سال جلو افتادید. مثلا مثال غلطیه ولی مثلا میشه یه خورده باهاش مثلا خودمون رو گول بزنیم. کسی نبود بر ما از این قصه ها تعریف کنه واقعا. یعنی در دوره مثلا کهن الگوی مثلا مدرسه و شبکه 1 و شبکه 2، من مثلا ته چیزی که یادم از کارتون ها اوستا بابا و خانم آتشی و مظفر و بهادره. مثلا شما بخواید بگردید تو اینستاگرام و آپارات و فلان یه نصف روز طول میکشه، چون با مثلا سرچ 5 صفحه اول گوگل اینایی که گفتم بالا نمیاد، اون طمع است. ولی ما با برساخته همین دنیاییم و خب مجبوریم که مثلا الان من مثلا میام راجع به با یه نسلی میخوام صحبت کنم که میتونه با هوش مصنوعی 2 سوته ایستگاه منو بگیره و فلان و سر کارم بذاره و مثلا یه چیزای عجیب غریبی که ما خودمون توی نشر تجربه کردیم، مثلا میگیم که اصلا مترجمو بذار کنار، هوش مصنوعی برات مترجم فلان کارو مثلا 6 ماه برو بیا مترجم. قطعا شما توی تحقیقات برای پادکست مثلا همتون که تافل ندارید یا آیلتس ندارید، خب ولی خوش به حالتون که مثلا از ابزارهای این مدلی میتونید استفاده کنید، قدرش رو بدونید، بهش دقت کنید، توی این چیز کف روی ماجرا نباشید. هم از این جملاتی که از این انگیزشی‌های قدیمی، من فکر کنم مال آندره ژیده، میگه مثلا زندگی راجع به سیاست و زندگی میگه که سیاست کف روی آب، زندگی در اعماق جریان داره. این جملاتی که مثلا میشه گوشه مثلا چیز نوشت ولی مثلا میشه باش درگیر شد دیگه. زندگی یه خورده باید بری چیز جلوتر. چند تا توصیه چیز بکنم، چون قرار نیست تصور و توقع نیستش که نسخه عمومی بپیچم و خب احتمالاً از این شیطنت هم بکنم. اساتید چیزهای دیگر رو هم مثلا میگن و راجع به روایت و فلان و اینا، بذارید من خورده غیر متعارف حرف بزنم. تا همین الانم که نشستم خیلی خودم رو در واقع کنترل کردم، چون مثلا یه دفعه یادم این گوشیم تو جیبم بود و دفتر کارم یه مثلا 80 متری، اتاق 80 متری بود توی امیرکبیر. بعد مثلا یادم یه روزایی اینطوری بود که این گوشیمو برمی داشتم، مثلا میرفتم تو، از این کفشای کلاسیک مردونه رو میذاشتم کنار، از این کتونیای برونسی، مثلا اونایی که تولید ملی استفاده میکنن میدونن چیه، برونسی میپوشیدم باش قدم میزدم، یعنی نمیتونستم سرپا وایسم. هر اتاقی هم که میرفتم، چون تو امیرکبیرم مثلا اول مشاور بودم، بعد معاون پژوهشی بودم، بعد هر اتاقی میرفتم یه تخته وایت بورد برای خودم اونجا چیز میکردم و مینوشتم. مثلا سریع چیزی رو یا بهش میگم مینوشتم، تو رها نمی‌کردم، کلی تخته پر می‌کردم، بعد با کم اسکنر برای اینکه بگم یه خورده بروزم با نرم افزار کم اسکنر ازش عکس می‌گرفتم. حتی می‌تونم الان باشه گالری بذارم، ایده‌هاتون رو بنویسید. اونایی که شب نمیذاره بخوابید، 20 دقیقه نمیذاره بخوابید، الان مثلا یه ساعت نمیذاره بخوابید، مجبورید تو خونه راه برید، کلافه میشید، اینطوری میکنید، نمیدونم گور میگیرید، مثلا میرید سیگار میکشید، میرید مثلا فلان، این ور که نه چیز باهاش فلان، اینا بنویسید، باش درگیر باشید، بهش احترام بذارید، به خودتون احترام بذارید. این اتفاق مهمیه توی نوشتن، اتفاق مهمه، میمونه. مثال براتون بزنم، هادی مقدم دوستو میشناسید، فیلمساز و ایناست، یه دونش سریال شاخ داره، وضعیت سفید، که با آقای نعمت الله کار کرده. من چون هادی مثلا یه تیپ رفقام هم همین چیزن دیگه، ده 50 دیگه، از اینا باید مثال بزنم، از اون یاد گرفتم. یه توی دفترش و اتاقشون یه دونه از این مقواهای، این پاکت آچارهای کرافت داشت با پونز مثلا به دیوار چیز، یه تیکه مثلا فرض کنید چه میدونم یه حتی سوزن، یه تیکه کاغذ سیگار، یه برگ فلان، یه جایی توی زمین پیدا میکنه، این میخه مثلا میدیدش
و یه چیزی توی ذهن جوال هنرمند باهاش چیز میکرد، اینو ور میداشت مینداخت تو اون پاکته. بعد یه روز اینو رو پهن میکرد رو میز، من دیدم که میگم پهن میکرد رو میز و شروع میکرد اینا رو به هم ربط دادن. این توی اسکریپت معنی داره، توی نوشتن متن معنی داره. معجزه که نمیخوام بکنیم که مثلا پیامبر که نیستید که بخواد یهویی مثلا فلان کنید. اگه این سریال خارجی ها رو میبینید مثلا چه میدونم الان اینطوریه که 20 نفر مثلا نویسنده داره، هر قسمت هم یه نفر داره کارگردانی میکنه. حالا ما اصرار داریم که مثلا یه دونه کارگردان داریم، مثلا یه سریال بهش بدیم دوباره، مثلا دوباره 40 قسمت، دوباره 50 قسمت، بعد مثلا میگی دوباره امسال پخشش کنیم. اینا مال دنیای شما نیست، دنیای جدید ما نیست. دنیای شما یه دنیای جدیدیه که در واقع حالا خودتون و مثلا رفقاتون و بچه‌ها و مصرف کننده ها و فلان و اینا به انتخابات یا انتخاب اجباری ما الزاما احترام نمیذارن. خب خاطر همین این چیزای کوچیک معنی داره. اینا رو بنویسید، نگه دارید. من یکی از توصیه‌های برام چند تا توصیه اخلاقی بکنم و فکر کنم بعدش وقت تموم میشه. به آخر منبر دعاتون کنم و بدم تحویل بدم مثلا به نفر بعد. الان نمیدونم توی تهران چقدر از این جور چیزا هست، ولی به این فکر کنید. خیلی دوست داشتم که اینو مثلا به اشتراک بذارم، بپرسم، بگم اینو تجربه میکنید یا تجربه کردید یا نه. از این دیوارای طولانی ممتد توی خیابون که یه تک مثلا دیوار باشه، بعد مثلا خیلی هم آدم از کنارش رد نشه، پیاده روی خلوت باشه، اگه سراغ دارید برید پیاده برید، خوش میگذره. الان یه خورده توی تهران کمه. نمیدونم دیوار لانه جاسوسی از مثلا اون بعد از روبرو امجدیه تا سر طالقانی یه تک مثلا آجوریه، مثلا 3-4 دقیقه طول میکشه. حالا من یه چند تا از این جای لوکیشنای مدلی قبلا سراغ داشتم که مثلا اون موقع هدفون میذاشتم یا مثلا این ترانه فیلم دستای آلوده که و مانی رهنما خونده و فلان اینا، مثلا از این دوره‌های چیز بود، مثلا نوجوانی شبه افسردگی یا چیزای مدلی با مثلا اینطوری شروع میشد، با کوچه آواز رفتن نیست، فانوس رفاقت روشن، مثلا ضربه‌های مدل هیچ وقت دوست دختر رو و این چیزا نداشتم. میخوام بگم که اونور مثلا از رفیقم مثلا یه نارو خورده بودم، مثلا توی اونجا راه میرفتم مثلا قدم میزنم 20 سالگی 23 توی مایا یا قبلش شاید مثلا توی آخر دبیرستان، با کوچه آواز رفتن نیست، فانوس رفاقت روشن نیست، نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست. خب میگم که هنوز یادمه. چرا یادمه؟ یه چیزای نوستالژیه و نوستالژی اشتراک همه مصرف کننده است. توی پادکست به درد میخوره. بهش احترام بذارید و یونیک خودتون رو پیدا کنید. چرا ادای نوستالژیای بقیه در نهید؟ همین الانم شما ممکنه زیرگذر گیشا رو مثلا قبلش ندیده بودید که بهش میگن پل گیشا. الان پل گیشایی وجود نداره، ولی الان ممکنه که بهتون بگه پل گیشا، ولی نگاه می‌کنیم میگه آقا این اینجا پل نیست، اینجا زیرگذره. الان 3 تا اتوبانم از تو هم دیگه دارن رد میشه، ولی اینجا زیرگذر شده پل بوده رفقا. شما ندیدید یه جایی از تهران خب و گند خورده بهش و ایناشو کار ندارم خب، ولی چیزایی رو از دست دادیم. ولی همین الانش هم شما قطعا اینطوریه دیگه، از این سنت‌های الهی. همین 5 سال دیگه یه چیزی هست تو همین تهران که شما دیدید اون ندیده، برای شما نوستالژیه. برای یه طیفی از مخاطب اینم بگم، بذار اینطوری بگم، خود تئوریزو علمیش کنم. نوستالژی یه ذریب مطمئنی از مخاطب به شما میراد در پادکست، این جمله مثلا علمی. خب داشتن ارجاع به نوستالژی در تولید متن، علمی ترش کنم، ارجاع به نوستالژی در تولید متن و فلان اینا، یا کاشتنش این مدلی فلان فلان فلان، یه ذریب تضمین شده مخاطب بهتون. اگه دنبال مخاطبید به این احترام بذارید. اگه دنبال مخاطبین، هر چی به نظر من ایدهتون رو درونی کنین، از اونجایی که همه ما احتمالاً ادعا داریم و مثلا تو دوره دانشجویی می‌خوایم دنیا رو تغییر بدیم و فلان و بعدش هم مثلا پیرمرد میشیم یا مثلا پیرزن که هیچ وقت آدما نمیشن، ولی مثلا پیرمرد میشیم چیز می‌کنیم دیگه، چیزمون میخوابه، فستمون میخوابه و فلان و چی اون هیجان و چی اینا میاد و در واقع
گم کردم بحثو، دارم معطل میکنم دیگه. آره همه آدما اینطوری ان که میخوان ایدهشون جهانی کنن، یعنی فکر میکنن یه حرفی برای زدن دارن که تا حالا توی دنیا نیست، هیچ کی هم نگفته بهترین راه حل دنیاست و فلان. آقا من که ندارم، مثلا دکمه‌شو زدم، دکمه غلط کردم شد. ولی آره یه دوره اون بودم و میخواستم دنیا رو تغییر بدم و این اتفاق مهمی. ایده‌تون رو باشه درونی کن، این درونتون رو تقویت کنید، یعنی به خودتون احترام بذارید، براش وقت بذارید. من از شهر کتاب مرکزی که الان ساختمونش شده معاونت فناوری اطلاعات ارتباطات شهرداری تهران، تقاطع حافظ و زرتشت، دارم چیز مستندش میکنم که فلان قبلا شهر کتاب مرکزی بود تو زمان ما. میرفتم پول نداشتم، میرفتم تو شهر کتاب با خودم روزنامه همشهری نیازمندی‌ها میبردم، اونجا یه کتاب برمی‌داشتم با نیازمندی جلدش میکردم، میومدم میذاشتم زیر پیرنم، میومدم خونه میخوندمش، مثل چشمم ازش مراقبت میکردم چون مسئله بیت المال و این دو چیزا داشتم کثیف نشه و فلان اینا، یعنی تو دزدی مسئله بیت المال داشتم واقعا. و بعدش میبردم میذاشتم این سر جاش. آره مجبور بودم میفهمیه مثلا. خب اگه پول دارید که دمتون گرم، اگه مثلا اسپانسر دارید دمتون گرم، ولی به این چیزه، این خبرها نبود که مثلا رویداد اینطوری برگزار بشه فلان و اینجا. این نیاورون هم که مثلا آدم میاد برای هیجانشه، مثلا برای من یه کشفی داره، میگم خب مثلا میندازم تو این کوچه پس کوچه ها 2 تا ساختمون میبینم، میگم اوه چه خبره و فلان و چقدر. ولی توی پادکست، خب مثلا پادکست رادیو نیست، یادمه من یه مقاله تحلیل توصیفی 5-6 سال پیش راجع به همین اکوسیستم پادکست ها و این جور چیزا نوشته بودم. البته اکوسیستم تولید محتوا، پادکست مسئلهش نبود. و توش اونجا گفته بودم که آقا ما مسئله‌مون تاریخ شفاهی و روایت شفاهیه. حالا این بحث نمیخوام وارد بحث نظریش بشم چون آدمش نیستم. اونجا حرف این بود که آقا این تاریخ شفاهی که الان مد شده و ترند شده و فلان اینا، یه چیز تشکیل میده به اسم روایت شفاهی، اجزاش روایت شفاهی هست و اجزای روایت شفاهی رو که مثلا کلا حاکمیت و فلان سیستم دولتی که بیل میرن اصلا بهش کار ندارن، نمیفهمنش. اون ور توی بخش خصوصی که به این میپردازن، مدیاشو فهمیدن، پلتفرماشو فهمیدن، اومدن توی پادکست، اومدن توی کست باکس مثلا اون موقع، اومدن توی گالریا، اومدن توی رویداده، اومدن توی ایونت ها و فلان اینا. اونا به 2 تا دلیل چیزن، مسئله موانع سیستم حاکمیتی رو ندارن و میرن توی موضوعاتی که چون تو شروع باید یه مخاطب عامی رو جذب کنی، شاید اینطوری باشه. مثلا من اون موقع یادمه تو همون تحلیل و اینا سابسکرایب این دوستام اینا رو دارم میگم که اینا رو بلدم و یعنی خیلی ذوقی حرف نمیزنم. سابسکرایب اینا رو دیده بودم و چی و چی نوشته بودم مقایسه، مثلا فلان ما بخش خصوصی مثلا موزه هنر معاصر توی تهران اون موقع یه بنیاد پژمانی داشت توی خیابون شهید تقوی هدایت مثلا قدیم که مثلا الان کارخونه آرگو و کافه آرگو و این دور چیزا شده. بعد اونجا قرار بود مثلا یه موزه هنر معاصر بخش خصوصی بشه، حتی تجربه کرد همچین چیزی رو، یعنی هنرمند ایرانی مقیم توی خارج رو می آورد مثلا بهش سویت میداد، بعد مثلا بهش فضای کارگاهی میداد، کارش رو اجرا میکرد. بعد اینو کار نداره. خب میگم اون موقع یادمه مثلا شاید رادیو نیست 18 تا اپیزود داشت، الان نمیدونم چقدر داره. اگه کسی مخاطب رادیو پادکست رادیو نیست هست بگه که مثلا فلان اون 100 خورده ای، اگه 100 خورده ای اون موقع که من اینو مطالعه کردم و نوشتم اون 18 تا بود. از 18 تاش 8 تاش راجع به کاباره‌های تهران بود. حالا من مسئله کاباره و مسجد ندارم، مسئله اینو دارم که یه طیفی خب تهران رو ونک به بالا میبینن. خب حالا شما تهران رو کجا میبینید؟ شما اینو با خودتون تکلیفش رو مشخص کنید اگر میخواید راجع به تهران کار کنید. خب مسئله‌تون چیه؟ مواجهتون با چیه؟ خب میخواید راجع به فلسطین کار کنی، مثلا
همینطوری از ظاهر بخوام قضاوت کنم بعد بگم این طیف مثلا به گفتمان انقلاب اسلامی نزدیک‌تره، ولی آقا این طیف به گفتمان انقلابی نزدیک‌تر نیست. خیر، توی حوزه میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کنه. یعنی اگه من میگم تو خوبی دلیلش این نیستش که تو بدی. بعد تازه الان که وقتی این حرفا گذشته، خب یعنی یه چیز یه جایی میاد بالا یه اثر میذاره، یه دونه مثلا هنرمند با مثلا گیتارش توی افتتاحیه یه نمایشگاه مثلا هنری یه تلک القضیه مثلا میخونه که میشه مثلا زنگ موبایل من اینطوری میشم، مثلا این باشه اینطوری درگیر میشه. خب میگم مسئله‌تون مهمه، مسئله داشتن، آدمای با مسئله باشید، ستاره دار نباشید، مسئله دار باشید. خب مسئله داشته باشید. این خیلی درونیه واقعا. نسخه من که نمیدونم از کجا اومدید، متعلق به من خودم در یک خانواده غیر مذهبی متوسط رو به بالا بزرگ شدم و بعدش شدم آدم مذهبی. از مثلا کازن به معنای دخترعمو و پسرعمو و دختر خاله و فلان و چی و چی و چی، تنها کسی که توی در واقع ایران موندم منم. یعنی من هیچ دختر خاله تو پسر خاله فلان اینا تقریبا ندارم که، چون همشون برای درس مهاجرت کردن، بعضیشون برگشتن اومدن فلان اینا. من یهویی توی یه دونه خانواده مثلا واقعا آدم مذهبی شدم، مثلا سعی کردم مسلمان باشم، بعد بهم میگن مذهبی و حزب اللهی دوستا بهم میگن. شما چی هستید؟ تکلیفتون با خودتون چیه؟ مسئله‌تون چیه؟ کجای دنیا وایسادین؟ موضوعتون کجاست؟ متمرکز روی موضوعتون باشین، کار جلو میره. اگه بخواید نگاه کنید به دست و در واقع چیز در نمیاد. اون توصیه‌های چیز، من یه خرید سالانه از کتاب فروشی کانون دارم، آخر سال میرم بر خودم کتاب کودک میخرم تقریبا. بخاطر تخصصی کتاب کودکم، من شاعرم، شعر هم نمیگم فلان، از این کدای اولد فشنش زیاد میشه. ولی اون چیزی که اگر نمیگم حالا روتینش کنید، ولی به خودتون احترام بذارید توی مواجهه با محتوا. اون خیابونه رو، اون جای پیاده رویه رو توی تهران چیز کنید. الان من اگه ازتون بپرسم مثلا یه جای بلند مرتفع توی تهران مثال بزنید کجاست مثلا؟ احتمالاً مثلا برای نسل جدید میشه بام تهران دیگه، درسته؟ یا مثلا تجریش، یا مثلا چه میدونم. مرسی از کهف الشهدا، از دوستانم در واقع اون. مرسی با فرهزاد، چون یه سری چیزام مثلا برج میلاد فلان. برای من نمیخوام بگم آدم مثلا خفنی هستم، ولی من برای خودم شخصی سازی کردم. آدرسشو میدم که از شخصی سازی در بیاد. خیابون الوند، کوچه آویز، کوچه 33 انتهای الوند که بنبست میشه میخوره به شبکه 2، میبیشید دست راست، یه کوچه است، بعد یه دونه پارکه، بعد این پارک توی شیب مشرف به چیز بالای تونل رسالت و تا یه ویو تمیزی از تهران میبینید. مصلا رو داره فلان. نه شخص ساعت‌های دیر وقت نرید، مثلا 9 شب و این دو چیزا، خصوصا توی زمستون 5 بعد از مثلا من 2 بعد از میرفتم، همونطور که توی دوره نوجوانی سینما رو ساعت سانس مثلا 11 تا 12 میرفتم، یعنی قبل از ظهر سانس چیزو میرفتم. چون وقتی با بقیه تجربهش میکنی تجربه یونیک نیست. با بقیه تجربهش میکنی بعد بوی کالباس و اون پاپ کورنر رو فلان کنی، بعد با بقیه یهویی میری مثلا چه میدونم طبقه سوم کمال تبریزی رو می‌بینی، بعد پدر و مادره نشستن، مثلا بچه 4 سالش هم با خودش آورده، بابا چی توی اون مغزته که اینطوری داری مواجه می‌کنی، این بچه رو با چی داری تربیت می‌کنی؟ یونیکش کنید. ما به باز اگه میگم قضاوت بقیه کار دارم ولی نه نمی‌خوام قضاوت کنیم، تعریف خودمون رو ارائه بدیم، شخصیش کنیم. جای مرتفع پس چی شد؟ جای مرتفع بلند تو تهران الوند، آویز 33. ویو بدون حاشیه از برج میلاد خواستید، میدون مشتهدی، میدون سما، اون اطراف چیز طرفای مثلا غرب شرق بزرگراه جناح میشه. یه گوگل کنید بازار تره‌بار میدون سما، یه خیابون داره، یه خورده حالا دقیق نمیگم خودتون برید کشف کنید، یه خیابون داره وایسی بدون معارض و حاشیه و مثلا کثیفی‌های ناشی از ساختمون، یعنی از معماری‌های چیز، برج میلاد رو یه تک می‌بینی. اگه چیز باشه از پایین ها، از اون حلقه پایینش هم دیده میشه. این مهمه به نظر من دیوونم باشه اشکال نداره. خب
به هر حال شما باید توی نقطه‌ای وایسید که بقیه چیز میخواد برای بقیه حرفی بزنی دیگه. خب اگه نه که میرفتی موجود تلویزیون میشدی، مثلا جشن رمضان مثلا اجرا کنی، بریم با هم دست بزنیم گل فلان. جشن رمضان هم دیگه آخه دورش تموم شده. مثلا خیلی اولفشه. شاعرها چجوری شاعر میشن؟ پراکنده یه جای دیگه. خب ارجاع به یکی از صحبتایی که آقای نهاوندیان فکر میکنم که اگه اشتباه، چون حالا نمیدونم شاید آقای دکتر وحیدزاده که نه آقای نهاوندیان که من رفیق داشتم و دارم و هنوز الانم یکی از در واقع شاعرای مطرح فلان اینا چیزه، از این کاغذا میخوای من بدی وقت تمومه به من بده. شاعرها چجوری شاعر میشن؟ لبریز میشن. لبریز. شاعر چجوری شاعر چجوری شاعر؟ من خودم سوالم بود آقا مثلا چجوری خدایا مثلا این چیزی که به این دادی رو خب مثلا اگه به ما هم یه جور دیگه شو دادی بذار نشونهشو بهمون بده بفهمیم. آقا اگه ندادی اشکال نداره، ولی حالا حداقل اگه ندادی چون شاعرانگی حال خوبیه دیگه، مثلا فلان الان درسته پولم توشه فلان این دو چیزا مثلا باشم میشه کاسبی کرد یه کارای مدلی، ولی خودش یه امر مقدس مفهوم محترم فلان. چجوری شاعر میشن؟ لبریز میشن. بابا به خدا اینا هم کار میکنن، معلوم نیست کار میکنن، شما نمیبینید ما نمیبینیم، ولی با زحمت میکشن براش. من رفیق شاعر داشتم و دارم که یادمه که مثلا تو دوره‌ای که شاید هم سن شما بود، خب حالا مثلا شاید مثلا دهه ابتدای دهه سوم زندگیش بود، مثلا 22 سال 23 سال فلان این چیزا بود، 2-3 سال فقط خوند. صائب با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی. مال صائب نیست ولی مال کیه؟ با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی. همین الان مثلا اگه بگم احتمالاً میگید یا مال شاملوه یا مال ابتهاجه یا مال مثلا مشیریه دیگه، از اینقدر جلوه، اینقدر مال امروزه، اینقدر الان میتونی مثلا توییتش کنی همین الان 3 بار استوریش کنی و فلان این دو چیزا. یه بار دیگه میگم با 100,000 مردم تنهایی. مرسی گوگل کردید ولی اشکال نداره. مال رودکیه. قرن چندم رودکی من نمیدونم. قرن چندمش هم میشه؟ قرن چندمش من قرن قبل 5. Ladies and gentlemen قبل از 5، قبل قرن 5. بابا با 100,000 مردم تنهایی، 200,000 مردم تنهایی. خب کسی که اونو دیده الان اگر همونم مثلا یه های کپی ازش بزنه و فلانه در اومده کار باز دوباره، ولی رفته رودکی رو خونده. با هری پاتر که در نمیاد که، خب در میاد ولی 3 نسل بعد کار میکنه، به درد هوش مصنوعی میخوره. خب این احتمالاً هوش مصنوعی هم خودش که بدید یعنی بگید مثلا رودکی و فلان اینا رو یه چیزی میده. اگه ما مثلا اینم میره تو همون کانسپت احترام بذاریم، به کلاسیکامون احترام بذاریم، به کلاسیک‌های بقیه هم احترام بذاریم. بله مهمه، بی‌نوایان مهمه، فلان مهمه، فلان مهمه، فلوبر مهمه، مثلا تولستوی مهمه. چی؟ یه دونه‌شو بخونید، یه دونه‌شو مزه‌ش زیر دهنتون، زیر دندونتون بمونه، بگید آقا من درک کردم. خوشتون نیومد بندازید کنار، ولی همینطوری از راه برسیم بریم. خب حالا یا علی پادکست رو تولید کنه، محتوا رو فلان کنیم، باش برید وقتتون تلف کنید. خب برید وقتتون تلف کنید، در میاد. ولی کیک خب مصرف کنندش مثلا اونم مثلا این است، ببخشید در میاد، یعنی اینکه نمیمونه دیگه. منم نمیخوام بگم پادکست تولید کنم، اما میفهمم پادکست یک محصولی است که مثلا مال مصرف مثلا چیز و ایناست، بعد کتاب مال یک ماندگار است و فلان، اینا میفهمم. ولی تو همینم اگه میخوای یه حرف چیز بزنی، فروش اینجا نوشتم فروش بادکنک و کتاب فرقی نداره. واقعا فرقی نداره. به هر حال به عنوان کسی که 5 تا کتاب فروشی رو مثلا تو 60 کارمند اداره کرده، فلان 20 سال تو حوزه فلان اینا نه من نظر شخصی می فروش بادکنک با فروش کتاب فرق نداره. خیلی از من بعیده چون همش محتوایی حرف زدم، ولی مثلا اینجاست یه برای محتوایی داره. شما کتاب پرفروش یک ناشر کتابیه که ناشر تصمیم میگیره پرفروش باشه.
تشویق گذار نداره، ولی خب بعد چیز میکنم، نه با شوخی هست. خب بگم یه خورده کمک کنم. چرا؟ یعنی چی؟ فلان. چه از این جملات بود که مثلا حتی اگه متوجهش هم نشی الکی یه واکنشی مثلا نشون بدی. کتاب پرفروش، یعنی کتاب پرفروش کتابی که ناشر تصمیم میگیره پرفروش باشه. به نظرم اون فروش بادکنک فرقی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی حالا بذار به جای کتاب بذار بذار متن پادکست، بذار پادکست، بذار نمیدونم فلان چی، هر چیز، هر محصول فرهنگی. شما وقتی تصمیم میگیری این پرفروش باشه به همه اجزاش فکر میکنی، رهاش نمیکنی. اگه بلدم نیستی یه کاریشو، یه بخشی از این کارهایی که لازمه براش بکنی، اگه بلدش نیستی، مثلا من تو ایده پردازی خوبم، تو اون 40% اولیه خوبم، آدم در واقع با اینرسی چیزی هم پایینی هم. اینرسی میدونی چیه؟ مقاومت اولیه هر شیئی در برابر حرکت. خب من بیل زدن اولی هم خوبه، راه اندازیم خوبه، فلان اینا، ولی گفتم دیگه مثلا چیزه، حالا برید تو این کتابای مدیریتی و اینا هم از این چیزا نوآوری و فلان، از این آریانا قلماتور بگردین، مثلا چیزه یه معنی داره، مثلا یه چیزی یه اسمی روش میذارن دیگه. به هر حال من مثلا توی محتوا خوبم، فلانی حوصله داره. آقا حوصله تدوین، شما باکس تدوین رو برای فیلم اگه ندیده باشید، باکس تدوین پادکست یه استودیو صداسازی، اتاق آکوستیک مثلا 3 متری، حالا باکس تدوین مثلا چیز خورده 6 متری 10 متری بزرگتره، چون دو تا پی سی و فلان این چیزا باید توش باشه. ولی این باکس کوچیکه، این آدمه باید حوصله داشته باشه 12 ساعت 10 ساعت 5 ساعت 6 ساعت اونجا بمونه. من الان نابود دارم میشم اینجا نشستم، هی میخوام بلند شم فلان و اینا راه برم و فلان، ولی دیگه الان خستم. خب اون شما اگر حوصله دارید که توی اون، یعنی یا کنید الزاما هم چیز نگم، ببینید توی زندگی چه جور کاراکتری هستین. من آشپزیم خوبه، آشپزی میکنم، اشتباه کردم و در واقع اینو به اشتراک گذاشتم با خانومم، دهنم سرویس شد، ولی خب مثلا خوبه. شما اگه آشپزیتون خوبه، اگه مثلا نشستن میتونید بشینید، مدت‌های مدید میتونید بشینید. اون چیزی که گفتم اون تو اون اتاق 80 متری موبایل یادم رفت، موبایلمو در می آوردم میگفتم 17000 قدم من تو اتاقم برداشتم، یه صبح تا ظهر، یه صبح تا بعد از ظهر. زیاده 17000 قدم توی اتاق 80 متری. من هم واریس گرفتم واقعا، الان دیگه مثل شهید رجایی توی تریبون مثلا سازمان ملل که جای شلاقاشو نشون داد، مثلا من میتونم بزنم میگم واریس گرفتم. وقت این که کمک کنید. کجا بودیم؟ دفعه پیش شما؟ نه اون خیلی قبل‌تره رفیق. تو اگه آشپزی بلدید، اگه باکس تدوین میتونی بشینید، تدوینگر خوبی هستی. اگر نمیتونی بشینی اصرار نکن تدوینگر خوبی باشی. ممکنه ایده پرداز خوبی باشی، ممکنه نویسنده خوبی باشی، ممکنه دیزاین، اون تفکر در واقع خلاق، اون دیزاین ماجرا کار تو باشه. اگه موسیقی نه میخوام این آره یه خورده قبلا حل کردم مثلا من. اگر توی اون خوب نیستین اصرار نکنین تا یه جای خوب باشین، یه چیز دیگر تقویت کنین، برین یه آدم خوب پیدا کنین، یه رفیقی که تو اون خوبه. تموم شد. دوره ما بود، ما مجبور بودیم هم MDF رو برداریم، هم کتابه رو جابجا کنیم، هم فلان کنیم، هم کت بپوشیم، عکس یادگاری بگیریم، هم بریم مصاحبه کنیم، به این مدیر نشر فلان رو گفت. خب الان تیم ورک محترم، معنی داره، همه دنیا هم همینطوریان، تو ایران هم خوبه، فضای خوبی داره، به روحیه در واقع چیز. این تیم ورک مهمه توش، ولی نقش خودتون رو پیدا کنین، به بودن نقش بقیه هم احترام بذارید. اگر حتی اگه مثلا تهیه کنندگی یه درصد قالتاقی باید توتون باشه، یه درصد قالتاقی ندارید سراغ تهیه کنندگی نرید. قالتاقی منظورم اینه که مثلا اگه به این نفر بدهکاری بتونه شب خوابتون ببره، من نمیتونم. خب به خاطر همین سال اولین تجربه و آخرین تجربه تهیه کنندگی تلویزیونم مال سال 85. بعضی ممکنه به دنیا نیومده باشه اون موقع، ولی دیدم که من چیز نیستم،
نمیتونم بدهکار باشم و شب خوابم ببره و فلان. گفتم بی خیال، من نیستم، من این آدم این کار نیستم. رفتم توی چیز دیگه واسرم، جوابم پیدا نکردم تو اون ردیف شغلی ها، ولی اشکال نداره، از اون راضیم. یه بخش جدی از اون چیزایی که راضیم کارهایی که بهشون نگفتم. خب لازم نیست به همه چی آره بگید، یه چیزایی نبگید، قویتون میکنه، ولی با تمرکز بدونید چی میخواد که بهش نبگید. تیم ورک رو به این معنا توی تولید پادکست جدی بگیرید دیگه. بگید آقا این تدوینگر خوبیه. چرا؟ چون میتونه 5 ساعت روی این سیستم، پشت این سیستم بشینه، هیچی هم نگه. مگه میشه؟ آره یه سری آدمان اینطوریه، من نیستم. اونجایی که گفتم فروش کتاب باد کنک فرقی نداره، که گفتم مثلا چیزه شما تصمیم میگیرید از این جهته که تصمیم بگیرید همه اجزای پرفروش بودن به معنای موفق بودن، چون فروش تو این دور زمانه معنای آگاه کیوی موفقیت میده. اینو در نظر بگیرید. آقا این اجزاش اینطوریه، من باید به تبلیغات بعدش فکر کنم، به دیزاینش فکر کنم، به احترام مخاطبم، به پیوستگیش و فکر کنم. همش رو نمیشه یه نفری انجام داد، ولی وقتی بهش فکر میکنی اون وقت میگی که خیلی خوب. چرا میگم با باد کنک؟ چون برای باد کنک، اگه باد کنک فروش هم باشی باید همین کارا رو بکنی تا بیزنست موفق باشی. والا مثلا قصه میشه، مثلا اگه کبریت باشه میشه دختر کبریت فروش مثلا. یعنی اونجا اگه موفق بخوای باشی اینطوری به همه جوانبش فکر کنید و براش پادکست، اسکریپت، متن مستند، فلان یه روح روزنامه نگارانه‌ای دارد. چون من خودم هم به هر حال روزنامه نگاری تجربه کردم و فلان اینا. ببین نکن نشر اینطوریه، شما یه قرارداد با نویسنده فلان می‌نویسید، یه سفارش میدید، طرف میره بیاد آقا یه متنی میذاره، میگه من خود حالم بد بود، مثلا می‌خوای ارزیابیش کنی، میگه آقا مثلا من همینم، سلیقه‌م اینه. اگه آدم معتبری باشه که اصلا نمیتونی بهش بگی بالای چشت ابروه مثلا توی متن. اگه آدم معتبری نباشه باید نازشو بکشی که بالا صبوری کنی. حالا آقا مریض شدم فلان، پولی که توش نیست. یعنی توی اکوسیستم نشر کتاب مثلا توی 90%شون پول توش نیست، یه طیفیشون مثلا که برند میشن و فلان تو اونجا پوله. ولی ما فرق کتاب نشر با روزنامه نگاری اینه. توی کتاب شما یه قرارداد می‌بندی، یه سال بعد تحویل میدی، 6 ماه بعد ناشر طول میکشه مجوزاشو بگیره، توی صف میمونه، 3 ماه هم توی صف ارشاد میمونه، 3 ماه هم مثلا میشه چیز چاپ میشه و میاد توی بازار. بعد اون 8 ماه بعد 10% ناشر پول شما رو میده. یه کتابی که مثلا 200 صفحه است، اگه 200,000 تومان قیمتش باشه، 10% حق التألیف در مثلا میشه 10% قیمت پشت جلد در تیراژ. یعنی 200,000 تومان ضرب در مثلا 1000 نسخه اگه چاپ بشه، که الان تیراژا 500 نسخه، یا میگم 1000 تا 200%، یعنی 200,000 تومان پول یه نسخه ضرب در 1000 تا میشه 200 میلیون، 10%ش میشه 20 میلیون. 15-16 ماه که تولیدش طول میکشه، 8 ماه هم تصفیهش. این 20 میلیون رو 23 ماه بعدش میخوام بهتون بدن. پس کسی که آدم چیزی باشه، عاقلی باشه، اینو به عنوان کاسبی و کسب و کار، به عنوان شغل نگاه نمیکنه، به عنوان یه عشق نگاه میکنه. حداقل تو بازار ایران اینطوریه. همه کتابا قهوه سرد نویسنده نیستن که مثلا صف طولانی نمایشگاه کتاب فلان. همه کتابا تبلیغ تلویزیونی ندارن، همه کتابا براشون فلان. همه فاضل نظری نیستن یه 5000 تا چاپ بشه همش توی نمایشگاه فروش بره. خب این یه نکته. توی پادکست اونجایی که میگم روح روزنامه نگارانه، کسی که روزنامه نگاری رو تجربه کرده باشه یا بشناسه، حالا شما ممکنه تجربه نکردید الان بشناسید، روزنامه نگار داره همون کارو میکنه، محتوا تولید میکنه، متن تولید میکنه. حالا با یه موضوع چی کار میکنه؟ اکوسیستم روزنامه چیه؟ شما 2 بعد از ظهر میرید دفتر روزنامه، 7 شب باید گزارشت آماده باشه، اون 1000 کلمات آماده باشه، یه صفحه آماده باشه، 500 کلمات. حالا میخوای با تلفن گزارش مصاحبه است فلان چی هر چی که هست، بعد مصاحبه بگیری، پیاده کنی، خودت تایپ کنی، بذاری اونجا، فلان تحویل بدی، فردا این شب میره ساعت 9 میره چاپخونه، فردا میخواد بیاد روی کیوسک. حالا الان اینا رو نداریم، ما این کیوسک رو نداریم، ولی روزنامه اینطوریه. کسی که روح روزنامه نگاران تجربه کرده باشه سخت نمیگیره، مثل اون چیزی که آقای نوبندیان گفت توی پروتوتایپی که میگه آقا وای نستا، پادکست اساسا جای کار بلند مدت مدلی نیست، خصوصا توی شروع. جاست دو ایت، باهاش مواجه شو، انجامش بده، خطاهاش توش در بیاد، میریم جلو. این محصول بلافاصله مصرف میشه، بی واسطه مصرف میشه. توی فروشگاه توی ویترین نمیاد که نگاه کنه بخره بعد پولشو بده تصمیم میگیره انتخاب کنه، میاد بالا ترند میشه فلان. یه چیزا
ولی از اون ور روح روزنامه نگارانه که تایملاین میفهمه، یعنی سر و ته ماجرا، روزنامه نگارا با احترام به همشون و فلان اینا، خیلی احتمالاً خودشون هم قائلن که اقیانوسی ان به عمق 1 سانت. خب مثل یک پژوهشگر مثلا پژوهشگاه فلان این چیزا از خودش توقع نمیبره که مثلا من 10 سال روی کتابی کار کنم، متن 300 کلمه‌ای رو بعد توی 3 ساعت در بیاره. بعد این تایملاین میفهمه، سر و ته، اول ماجرا، آخر ماجرا. این میره مثلا شما برید کتاب فیلمنامه‌نویسی مثلا سیدفیلد رو بخونید، برید مثلا فلان داستان، آناتومی داستان، تئوری داستان، فلان، میگه همینا. حالا من دارم دیگه خیلی مثلا ساده سازیش میکنم، اونا رو خودتون برید بخونید. روح روزنامه نگارانه فهمیدن این که این چقدر کجا اندازش مصرف بشه چیزه. 5 دقیقه مثلا خب جمع کنم. یه مثال اینطوری بزنم، مثلا اخبار 23. آقا گزارشگر اخبار 23 وقتی میاد برای اینکه یه گزارش ببره تو تلویزیون، میدونه از باشگاه خبرنگاران جلو بالای پارک ملت تهش باید بیاد تا پارک وی. یعنی اگه آدم مثلا چیزی باشه، تنبلی باشه، مثلا دیگه همینه دیگه، حالا تنبل اسپوزری نکنیم، یا باید بیاد تا سر پارک وی مثلا یه 4 پایین‌تر، یا یعنی بالاتر، یا بیاد تا ملک یه 4 پایین‌تر. چرا؟ چون مثلا 2 بعد از ظهر بهش میگن این سوژه است، توی 23 هم باید بره رو آنتن. کلاً هم مثلا باید 4 مثلا 30 ثانیه گزارش مردمی بگیره، تحویل تدوینگره بده، خب، و 30 ثانیه بره دیگه. حالا شما برو میکروفون رو بگیر جلوی مردم، مصاحبه تا شفاهی بگیر، مصاحبه بگیر، گفتگو بگیر برای پادکست 3 ساعت. آقا اینو بذاری جلوی تدوینگره، فوش میده به سر و ته و فلان و اینا. چرا؟ میگه آقا من یه باکس خبری ام، 40 ثانیه بعد مصرف کنم این گزارش که تو گرفتی رو، به من 10 دقیقه راش بده، به من 10 دقیقه صوت بده. تهش اگه از 5 نفرم مصاحبه گرفتی 10 دقیقه صوت بده، چون من اصلا وقت نمی‌کنم تو این 4 ساعت یه ساعتش تو بری کلا اون رفت و برگشتش که بعد 45 دقیقه طول بکشه، 45 دقیقه هم در واقع تدوینگره توی کارش ببینه، 3 دقیقه 4 دقیقه مثلا در بیاره، 30 ثانیه 40 ثانیه باکس خبری 23 بره رو آنتن. خواستی مثلا گزارش هفتگی شبکه‌ای که جمعه عصر بسازی که مثلا 1 ساعت برنامه طول میکشه، برو 2 ساعت مصاحبه کن. ما توی گفتگوهای برای همه چی، به خصوص توی ایران توی پروژه‌های تاریخ شفاهی با انباشت مواجهیم. بی هدف بی برنامه میریم گفتگو رو میگیریم، نمیدونیم آخرش میخوام چقدر استفاده کنیم. آقا اینو قرار 2 دقیقه استفاده کنیم، بس براش مثلا 2000 ساعت وقت نذار. بخاطر همین توی مراکز اسنادیمون، مرکز تحقیقاتیمون، اونجایی که مصاحبه این دو گرفتن، یهویی مثلا 12000 کلمه مثلا از یه نفر مصاحبه است مثلا برای یه صفحه مثلا گفتگوی مجله‌ای. بابا اینجا کلا یه صفحه آچار توی مجله 500 کلمه بهت میده، تو 12 برابر چیز گرفتی، مصاحبه گرفتی. اشتباهه. خب حالا توی مدیوم پادکست و اینجور چیزا یه چیز دیگه است، به هر حال یه بخشی از اینا قصه ها فلان. مثل اینکه همین ها گفتم بدون اینکه زیاد بهش رجوع کنم. آره اینم عنوان آخرش بگم، فرق لیوان کاغذی و کریستال رو بشناسید. لیوان کاغذی و کریستال. دیشب ما مهمون داشتیم، البته مثلا مهمون ادامه دار، یعنی مثلا یکی آره زندایی مثلا دخترم و اینا اومده بودن و فلان اینا، مثلا فرض کن یه هفته است مثلا پیش ما به دلیل، و ما هم خب مثلا نزدیکیم و رابطمون و فلان و دایی و زندایی و من شوهرم هم دیگه اونجا بهت میگم اونجا شوهرم و فلان، برای مثلا شام چیز کنم، شام بخوریم، بعد نوشابه رو آوردم و کوکاکولا رو گذاشتیم کنار، نوشابه رو آوردم و اول خواستم تو لیوان کاغذی بریزم به خاطر اینکه بچه بودن و میریختن و فلان اینا، بعد گفتم اسراف میشه، تو دوگانه این مدلی اسراف و فلان اینا بودم و اینا، رفتم از توی این بوفت 4-3 تا لیوان برداشتم، اینطوری گرفتم دستم گذاشتم رو میز، این همه تلمبار مثلا مشقای دخترم و مثلا اسباب بازی و اینا هم روی میز بود،
بعد اینو گذاشتم و اینطوری براش داشتم آوردم. بعد یه خانمم مثلا بعدش اومد اعتراض کرد این چیه مگه بهت نگفتم؟ مثلا گفته بودم اینو بردار. چی گفتم چه خبره؟ گفتم به خدا نگفتی. گفت نه بابا گفتم این کریستاله. گفتم که یعنی چی؟ گفتش بهت گفته بودم این کریستالو نرو. این چیز از این دم دستی‌ها بیار. گفتم دم دستی‌ها کجاست؟ اونا که همه کثیفه. این کامود باز کرد گفت اینا اینجا هست. گفتم خب به تعداد نیست، من می‌خواستم حالا یه شکل باشه. گفت نه به تعداد مصرف هست، یه شکل نیست. گفتم فرقش چیه؟ گفت این کریستاله. گفتم خب کریستال با این یکی چه فرقی میکنه؟ بعد خب من نمیدونستم. خب من از لیوان کاغذی به کریستال رسیده بودم. یعنی واقعا به خدا قبلش می‌خواستم تو لیوان کاغذی نوشابه بریزم، بعدش مثلا کریستالو در واقع انتخاب کردم. هیچ اراده و تئوری و نظریه‌ای قبلش نداشتم که خب حالا می‌خوام به اینا که مثلا یه هفته توی خونمونن احترام بذارم. نه خب اینا چیزن دیگه، میدونن من دوستشون دارم. مثلا از برای هیچ گونه دلایل فرامتنی این دوستان داشت. این اینجا دم دست بود این ستاره. بعد با خودم فکر کردم که بهتره که فرق لیوان کاغذی، لیوان مثلا دم دستی و لیوان کریستال رو تو متوجه بشی. باز الهام بگیرید. خب یعنی بیاریدش توی پادکست، توی مخاطب یه معنی میده. آقا من برای کی میخوام تولید کنم؟ شاید با این مثال بتونم چیز کنم. محمد رضا خردمندان رفسش کنه رفیق قدیمی میگم فلان اینا الان سریال تلویزیونی زیاد ساخته بودن ولی یه دونه فیلم سینمایی فکر می‌کنم ساخته. خدا مادرش رو رحمت کنه. یه فیلم ساخته به اسم 21 روز بعد. فیلم خیلی خوبیه. استاندارد، محترم، با کیفیت توی دنیای جدید فیلم‌های ایرانی که سخت فیلم خوبی پیدا میشه. خیلی خوبه. اولین فیلمه یه فیلمساز جوون مثلا قبل مثلا اولش 30 سالگی فکر کنم این فیلمو ساخت. فیلم مثلا خیلی برای جوون چیز بود و شاید مثلا به زعم من توی کارنامه‌ش هم یکی از بهترین کاراشو ایناست. ایده فیلم هم اینه که مثلا یه مادری که بیماری سرطان داره و هر 20 مثلا یه پسری باید پول جور کنه، اسپویلش هم میکنم دیگه، باید پول جور کنه بره مثلا یه آمپول بخره، همه پولاشو جور کنه و فلانی آمپول بخره بده مادره مثلا بزنه. این تمام زندگیش میشه این 21 روز بعدی که باید این آمپول رو بخره و پولاشو جمع کنه. به وقتی اولین آمپول رو میخره و میده و مادر میزنه میفهمه که یه 21 روز بعد دیگه وجود داره. میتونی بغض کنی ولی من چون نمیخوام که فضا رو چیز کنم ازش سریع رد میشم. محمد رضا مادرش همین وضعیت رو داشت، با این بیماری درگیر بود، خودش در واقع با بیماری مادرش درگیر بود و با بهترین کیفیت تونست نمایشش بده. ایشالله هممون سالم باشیم، دنیا فلان باشه، گل و بلبل و فلان و چی و چی و چی. ولی میخواد شروع کنید، من میرم و شما میمونید و داورا و فلان و چی و چی. میخواد شروع کنید از اونجایی که میشناسیدش شروع کنید، از اونجایی که خیلی خیلی خوب میشناسیدش شروع کنید. از مثلا خواهرزاده‌تون شروع کنید که براش میمیرید، براتون میمیره، یه عالم قصه میتونید تعریف کنید، بگید مثلا من اینطوریم، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه. موضوعم چیپیه؟ خیر، یه پادکست من و خواهرزادمه، فلانه چی، تجربه اوله. چرا شروعش میکنی؟ چون میشناسیش. من احتمالاً شوهرم من رو میتونم شروع کنم. خب یه چیزی پیدا کنید که خوب میشناسیدش تو نقطه شروع، چون نقطه شروع سخته، قبول دارم. پیدا کردن نقطه آغاز واقعا سخته. ان شاءالله که خدا آقای مهدوی کنیرم رحمت کنه، یه کتاب داره اسمش از نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی. من هر موقع میرسم به اینجا یاد عنوان اون کتاب میافتم. آقا نقطه آغاز توی اخلاق عملی تو پیدا کن. نقطه آغازت کجاست؟ این اونجاییه که من خودم بلدم، من میشناسم. من مثلا تهران برام از غرب میدون هفته تیره، از شرق پارک لاله، از شمال خیابون مطهری، از جنوب مثلا خیابون طالقانی، 1/6 منطقه 6. من حفظم اینجا رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا بزرگ شدم، حفظم.
من حفظم. راجع به کوچه هاش میتونم باهاتون صحبت کنم، راجع به نرده های فلزی کوچه شاداب توی خیابون ویلا میتونم صحبت کنم، راجع به در واقع این که این درخت مثلا فلانه میتونم باهاتون صحبت کنم، راجع به این که اینجا قبلا فلان بود میتونم صحبت کنم، راجع به این که اینجا قبلا اسمش محله فیشرآباد بود، بعدش مثلا خوشرویی پاکان اومد بغلش، بعد یه کافه فیشرآباد اینجا چیز شد و بعدش اسمش عوض شد و چرا فیشرآباد بود میتونم صحبت کنم، راجع به رستوران موبیدیک که مثلا روبروی تقاطع سپنده و مثلا یه سلف سرویس خیلی با کیفیتی که من اولین غذایی که مثلا نامزدی با خانومم رفتیم اونجا خوردیم، من عدس پلو با خرما و کشمش خیلی دوست داشتم، به خانومم عدس پلو دادم تو اولین غذا. بعد رفته بود پدر خانومم گفت رفتیم اولین غذایی که به من داد عدس پلو، گفت وای نمیخواد ازدواج اینو آدم نیست، مثلا کباب بعد بن میدن عدس پلو تو اولین آشنایی فلان. راجع به این جزئیات میتونم صحبت کنم. چرا؟ چون زندگی کردم باهاش، حفظ کردم. قطعا هممون یه چیزایی رو داریم که لازم نیست، بعداً بزرگ میشیم بهتر میشیم قوی میشیم درس میخونیم فلان میکنیم چیزای بهتری بزرگتر یاد میگیریم، مسئله مند میشیم، تکلیفمون رو مشخص میکنیم، ولی تو نقطه آغاز از اون چیزی که بلدیم شروع کنیم. مرسی که هستید.